برای من پررا میفهمونم فهمیده کار شرکت اتمی دوستان عزیز یک لحظه دوستان عزیز من زنهای توجیک کار در شرکت اتمی خیلی آسانه همین خیراتون کردن میدوه کار را بود میکنه میاین کارتونه دوام میده من در شرکت اتمی تا یک سال کار میکنم بریلیانت مستر هستم و مسئولای شرکت اتمی را خودم استفاده میبرم همه خیش تبارم استفاده میبرم همه قناعتمندم در شرکت اتمی چیکار کردن در کار زنی خونشین میتونه در آشخانه شیشته اوقات چای نان همه چی غذا نیم ساعت ساعت نیم ساعت بگاه فقط طریق تلفن میتونه که کار کنه کمانده جمع کنه در 6 ماه یک بار خرید کنه و نماینده شرکت اتمی شده نگاه برای چی در شرکت اتمی آسان‌تر کار کردن چون که اگر همین آدم شما باشه مثال خاصی یعنی فقط 2 آدم باید شما بیاره نگاه کنیم مدینه پروینه و مدینه و پروینه هم باید 2 آدمی بیارن همه خیلی کمانده شما کلام میشود دیدین رفتن میگیره در شرکت ما مثال افتوبر در کار نیست 10 لینیه دیگه شما بکنه و هر یک تایی آدم بیارن همین 2 آدم آورده آدمات آدم میگه 2 آدمی بیارن در 6 ماه یک بار خرید کنن و در اتمی شما میشارید شرکت اتمی به نزدیکی در تاجیکستان شده میشه و شما میتونه یکی اولین نماینده های همین شرکت در تاجیکستان شده برای همکاری با رقمای ما بنویسید حتما به شما کار من میفهمونم
یک مفتوحی مانند شما شد عزیزان همه خوش آمدید مبارک باشد واقعا بودن شما حضور شما آمدن شما برای من در این روز مهمی حیاتم اکثریت هم پدر اکثریت هم مادر اکثریت هم جگربند و مقدم هنرپیشه مردمی استاد بانو ثریا قاسم و زیبا نور و فیضگل یوسف و سفرگل یوسف و همه استادان گرامی برادران عزیز ما اکای روزی بیگ جان بانو پروانه همه خوب اکای خیردین جان بهادر جان میمانان از کجند باستانی همه در آن سکینه جان با مادرش و مقدم شما البته تجانا نور آوردید صفا آوردید و سرم به آسمان رسید بگذار که در توی دخترشای نازنینتان که به نزدیکی است انشاءالله همین گونه همه سرجم باشیم و خدا وقت و طوله‌ای نکرده باور کنید دنیا سپاس برای هر یک شما که مرا قدر کردید آمدید در این روز مهمی حیاتم و من با نور آوردید صفا آوردید و سرم به آسمان رسید